من. خیلی شدم که این لحظه باز با شما هستم. اینک برنامه نوبتی نوشین رو پیشکش شما میگردونم. با ما باشید. خیلی جالب است. دوستانی عزیز، من با شما دو معجزه خیلی زیبا رو پیشنهاد میکنم. با دقت تماشا کنید و بیاموزید. برای معجزه یکمی ما 4 دانه لیمو سبزی لازم می شود. برای معجزه دومی ما جواری مکه کنسرو شده پیاز خام لازم می شود. کار امروزه ما خیلی آسان است، وقت را زیاد نمیگیرد. خب اکنون من از لیموها آغاز میکنم. و ما چنین تقسیمچه لازم می شود. 2 لیمو را گرفته با چوبچه های مخصوص می چسبانیم. اکنون دیومش را می چسبانیم. دوستان البته 2 چوبچه گذاشتن در کار که نغلطد. اینش رو از بالای اینش میگذاریم. انا همین طور. برای خوب ایستادن لیموها تکش رو میبریم. از سبزی من چنین شکل را آماده کردم. خوب نگرید شما هم میتوانید. اکنون من این را گرفته از این طرفش میچسبانم. من از قلاب یک کرته چنین میچسبانم. با انا همین خوب نگرید. در مغازه ها میفروشند. من میچسبانم. اکنون دیومش رو از سبزی من چنین قلاب آماده کردم. آن را با پاچه هایش میچسبانم. انا همین طور. اکنون من آن را یک طرفه میگذارم که شما نخستر ببینید. شما درک کردید او به چی مانند شد؟ بله دوستان، معجزه امروزه من مانند شد به مرغابیچه. کنی ببینید به او چی نمیرسد؟ 2 روز به او کلاه چه نمیرسد. کلاه او را هم من از سبزی آماده میکنم. اکنون من این را با بالای سرش میچسبانم. همین طور مرغابیچه ما رنگ دیگر گرفت. من دیو مرغابیچه را آماده میکنم که همراه او شود. دیومش را هم با همین طرز آماده میکنیم. مرغابیچه دیومی ما هم آماده شد. چقدر شد به شما پسند آمد؟ خیلی شاد هستم. شما هم حتما تجربه کنید. اکنون من میگذارم با معجزه دیوم. این معجزه من دشوار نیست. مرغابیچه ها رو یک طرف میگذارم. پیاز ها رو پیش میارم.
دوستان عزیز، من با شما نشان میدم که پیازها را چطور بریدن لازم است با همین طرز. با دقت نگاه کنید، شما هم اجرا کنید. اینها را از هم جدا میکنم. همین طرز. نگاه کنید چه گلچه های زیبا شدن. اکنون دیگرش را جدا میکنم. با دقت تماشا کنید، من با همین طرز جدا میکنم. خبرهای همش را ما باید از همدیگر جدا کنیم. هر یک قبط پیاز را جدا کردن در کار و آن را از سر نو دوختن در کار. شما میتوانید 3 قبط کنید، 2 قبط کنید. خواهش خودتان، من باشم 2 قبط کردم. بینید روی تقسیمچه من پر از گل شد. اکنون داخل آنها را با جواری مکه پر میکنیم. اگر خواهشتان باشد از مایونز هم استفاده برید. برای زردیش را گم نکردن جواری مکه من مایونز را استفاده نبردم. با همین طرز میگذاریم. شما میتوانید از دانه‌های انار، نخود سبز هم استفاده برید. به فکر من جواری مکه زیباتر است. بینید چه گلچه های من زیبا نموده ایستاده است. در کرده ایستاده به کدام گل مانند شده ایستاده است. بله، شما درست میگویید، به گل نصری مانند شده ایستاده است. اکنون گلچه های ما آماده شدند. برای آرایش تقسیمچه من از خندق‌های مخصوص استفاده میبرم. خندق‌های من شکل برگ را دارند. همین طرز. مرحمت، معجزه های من آماده شد. کنی ببینید چه شد. با شما پسند آمد. باوری دارم که برای شما پسند آمد. اگر چنین باشد خیلی شاد هستم. این عملها رو شما هم در خانه اجرا کنید. اگر این عملها رو اجرا کنید، دادر و خواهرکایتان خیلی شاد میشوند. اکنون من درباره فایده لیمو به شما معلومات میدهم. خوب گوش کنید. لیمو را در بسیار از منطقه‌های سوبتروپیکی دنیا پرورش می‌کنند. در ترکیب این میوه کیسلوت‌های ارگانیکی موجود بوده. قسم زیادشان را جوهر لیمو تشکیل می‌دهد. در ترکیب آن بازقند و ویتامین‌های B1، B2، PP، ویتامین C، کیسلات فولیوی و غیره موجود است. در ترکیب پوستش باشد روغن افری موجود است. لیمو را برای رفع نارسایی ویتامین‌ها، مخصوصاً ویتامین C که مقدار آن در ترکیب لیمو تا 40% را تشکیل می‌دهد استفاده می‌برند. غیر از این، لیمو توسط ویتامین مقاومت جسم را نسبت بیماری‌های سرایت کننده پرزور می‌کند.
لیمو شیر حاصل کنی معده و هضم غذا را بهتر میکنه. اینچنین اشتها آور است. معلومات‌های من برایتان پسند آمد. البته از مصلحت‌های ما استفاده برید. سلامتیتان را احتیاط کنید. شخصی میخواهد که در برنامه ما اشتراک کند، مرحمت به بهارستان. ما شما را انتظار هستیم. خیر دوستان، تا برنامه‌های آینده.